اغلب ما برای درک این مسئله که قادر به تغییر رفتار خود هستیم دچار بحران نمی‌شویم، اما از تصور تغییر هویت خود احساس خطر می‌کنیم و یا این کار را غیر ممکن می‌پنداریم. اگر این اشخاص به هویت واقعی خود بچسبند، آیا اصولاً دچار این بحران می‌شوند؟ گمان نمی‌کنم. اگر هویتی داشته باشید که خصوصاً به سن و ظاهر شما وابسته باشد، مسلماً دچار رنج و اندوه می‌شوید، زیرا این چیزها تغییر می‌کند. اگر احساس عمیق‌تری نسبت به شخصیت خود داشته باشیم، هویتمان هرگز مشکل آفرین نمی‌شود. اگر بخواهیم اعتقادات اساسی را که درباره هویت خود داریم کنار بگذاریم، غالباً دچار رنج شدیدی می‌شویم. حتی بعضی از افراد برای حفظ عقاید خود تا آنجا پیش می‌روند که دست به خودکشی می‌زنند. این حالت در شاهکار ویکتور هوگو به نام بینوایان نشان داده شده است. هنگامی که ژان والژان قهرمان داستان از دوستان زندانی جدا می‌شود، احساس ناکامی و تنهایی می‌کند. هرچند او سالهای زیادی را در زندان فرانسویان به سر برده است، اما برچسب مجرم را به خود نپذیرفته است. او تنها یک قرص نانی دزدیده بود تا به خانواده گرسنه خود بدهد، اما او را به سالها زندان با اعمال شاقه محکوم کرده بودند. پس از رهایی از زندان متوجه می شود که نمی تواند کار روزانه شرافتمندانه‌ای برای خود پیدا کند. با وی به علت سابقه محکومیت با خفت و خواری رفتار می کردند. سرانجام در حالت بیچارگی برچسبی را که جامعه به او زده است می پذیرد. اکنون دیگر او یک مجرم است و کم کم مانند یک مجرم عمل می کند. هنگامی که کشیش مهربانی او را به خود راه می دهد، او را سیر می کند و پناهگاهی برای خواب در اختیارش می گذارد، وی بر اساس هویت خود به عنوان مجرم رفتار می کند و سرویس نقره کم ارزش او را می دزدد. پس از آن که پاسبان به او مشکوک می شود و طبق معمول او را بازرسی بدنی می کند، متوجه می شود که نه تنها او یک محکوم سابقه دار است، بلکه اموال با ارزش کلیسا را نیز دزدیده است. جرمی که می تواند مجازات حبس ابد با اعمال شاقه را در پی داشته باشد. والژان را برای روبرو کردن با کشیش به کلیسا برمیگردانند و کشیش اصرار می‌ورزد که آن اشیای نقره‌ای را به عنوان هدیه به او داده است و به والژان یادآور می‌شود که 2 شمعدان نقره‌ای را جا گذاشته است. والژان از این دروغ سخاوتمندانه کشیش متعجب و متحول می‌شود و اشیای نقره‌ای را با خود می‌برد تا زندگی تازه‌ای را آغاز کند. والژان باید اعمال کشیش را برای خود توجیه کند. چرا کشیش به او اعتماد کرد؟ چرا او را به زندان و قل و زنجیر برنگرداند؟ کشیش او را برادر خود خواند و گفت که والژان دیگر متعلق به شیطان نیست، بلکه مرد درستکاری است و فرزند خداست. این کار الگوهای ذهنی والژان را برهم زد و هویتی تازه به او بخشید. توصیه‌نامه‌های زندان را پاره کرد و به شهر دیگر رفت و نام و هویت خود را عوض کرد. پس از آن رفتارهای او به کلی عوض شد و مقام والایی یافت و به افراد جامعه کمک کرد. اما پاسبانی به نام موسیو ژاور هدف مبارزه زندگانی خود را در این می‌بیند که والژان را پیدا کند و او را به چنگال عدالت بیاندازد. او می‌داند که والژان بدکار است و بنابراین هویت خود را در این می‌بیند که افراد شرور را به دام اندازد. هنگامی که ژاور سرانجام والژان را پیدا می‌کند، والژان فرصتی می‌یابد تا از او انتقام بگیرد، اما با بلند همتی جان او را نجات می‌دهد. پس از یک عمر تعقیب والژان، پاسبان در می‌یابد که والژان مردی نیکوکار و شاید بهتر از خود اوست و نمی‌تواند این تصور را تحمل کند که شاید آن فرد ظالم و بدکار خود او باشد و در نتیجه خود را در رودخانه سن غرق می‌کند. همه این مطالب به چه معنی است؟ آنچه گفتیم تنها زمانی معنا پیدا می‌کند
که عملاً خویشتن را تعریف کنیم. هویتی که دوستان و همقطاران ما دارند نیز ممکن است بر ما مؤثر شود. نگاه دقیقی به دوستان خود بیاندازید. هویتی که برای آنها در نظر میگیرید غالباً بازتابی از هویت خود شماست. اگر دوستان شما افرادی حساس و دوست داشتنی هستند، به احتمال زیاد شما نیز خود را همان گونه در نظر می آورید. در ضمن مقطع زمانی که خود را در آن چارچوب معرفی می کنید نیز دارای اهمیت است. برای شخصیت واقعی خود به گذشته می نگرید یا به حال یا به آینده. سالها پیش زمان گذشته و حال من چندان تعریفی نداشت و لذا خود را بر حسب شخصیتی که می دانستم در آینده به دست خواهم آورد تعریف کردم. در ضمن به انتظار آینده نماندم، بلکه طبق همان شخصیت زیستن را آغاز نمودم.